در دایره چهاربینی‌ها بخشیده به روز میلیسیای تاجیک در شهر اسفره مسابقه فوتبال برای دریافت جام وزیر کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان برگزار شد. مسابقه مذکور در اساس دستور و سپارشات راهبریت وزارت کارهای داخلی با تشبث راهبریت شعبه یکم وزارت کارهای داخلی در شهر اسفره با افتخار روز میلیسیای تاجیک راه اندازی گردید. در قوه آزمایی‌ها که یک هفته ادامه یافت، 12 دسته‌های فوتبال بازان از جماعت‌های شهر کدیهات، کارخانه و مؤسسه‌ها و مرکز شهر فعالانه شرکت نمودند. در مراسم جنبستی مسابقه رئیس شهر اسفره اکرم سلیمانزاده و سردار شعبه وزارت کارهای داخلی یکم در شهر اسفره گنرال مایور میلیسیا نورالله عارفزاده برآمد کرده تأکید داشتند که در زمان صاحب استقلالی مملکت با هدایت و راهنمایی‌های اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در سمت دستگیری جوانان و ورزش تدبیرهای هدفمند اندیشیده شده سمت‌های گوناگون ورزش بسا رونق و رواج یافته ایستادند. ترغیب و تشویق مقصدناک ورزش در سالهای صاحب استقلالی کشور به سطح درکاری و مهم رسانیده شده ساکنان گوناگون سن شهر اسفره از جمله کارمندان میلیسیا با آن شغل بیشتر یافته طرز حیات سالم را پیش گرفتند. من بعد رئیس شهر اکرم سلیمانزاده و سردار شعبه وزارت کارهای داخلی یکم در شهر اسفره گنرال مایور میلیسیا نورالله عارفزاده در وضعیت تنتنوی به غالبان مسابقه جام و تحفه‌های خاطروی را تقدیم داشتند. همین زیل دسته فوتبال بازان 1988 صاحب جام و 30,000 سامانی، دسته کلکن صاحب جای دوم و 2,000 سامانی و دسته چلگزی صاحب جای سیوم و 1,000 سامانی گردیدند. همچنین هیئت حکمات مسابقات فوتبال بازان بهترین را که در جریان مسابقه ها مهارت و ملکه ورزشی بلند نشان دادند معین نمود. بهادر آخانوف دروازه‌بانی بهترین، نوروز شاکیروف حمایتگری بهترین، غیرت ایناموف نیم محافظتگری بهترین، خوشبخت نظیروف نشانزنی بهترین، فرهاد آرتیقوف حمله‌گری بهترین، احمدالله واسیدوف، علیشیر ایشانوف، منوچهر احمدوف بازیگران بهترین و شکرالله ایسایف بازیگر جوانترین مسابقات دانسته شده با افتخارنامه و تحفه‌های خاطروی قدردانی گشتند. دسته فوتبال دوستی دسته با انتظام مسابقات حسابیده شد.